أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و شنوندگان و بینندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بیدون از علم سرف 17 درس گرفتیم و حالا باشد درس 18 را ما و شما خواهیم شروع کرد. کتاب بیدون درس 18. موضوع درس امروزه ما و شما امری با لام است. چطوره که درس گذشته درس 17 گفتیم که امر به دو قسم تقسیم می شود، امر با لام و امر بیلام. امر بیلام رو درس گذشته همچنین امر حاضرش هم میگویند، درس گذشته با تفصیل گرفتیم و امروز باشد قسم دوم امر که امر با لام هست که اون رو همچنین امر غایب هم میگویند. امر با لام یا امر غایب هر دوش یک چیز و یک کلمه هستند. اکنون امر با لام همگی 8 صیغه دارد، صیغه هایش 8 هستند، 8 صیغه دارد. چطوری که شما میبینید از اینجا شروع کرده تا به این از مثال صحیح سالم آوردیم و اینش باشد از اجوف، چطوری که درس گذشته همین کار کرده بودیم. پس در این درس هم انشاءالله از اینها چطور امر بالام یا امر غایب چطور میگیریم در این درس بیان خواهیم کرد. خب میبینیم که صاحب کتاب برای ما و شما چی میگوید. صاحب کتاب در صفحه 43 امر بالام، موضوع امر بالام که هست، در اینجا میگوید که امر بالام را از 6 صیغه فعل مضارع غایب معلوم و از 2 متکلم میگیرند. دقت بتید. یضربو یضربان یضربون، تضربو تضربان یضربن، این 6 تا صیغه غایب است. ما شما درس گذشته صیغه مخاطب را گرفتیم، اکنون این 6 تا صیغه غایب است. از 6 صیغه غایب و از 2 متکلم اضربو نضربو، اکنون این 6 تا قد 2 تا چند تا می شود؟ 8 تا. از این 8 صیغه ما امر غایب میگیریم. اکنون امر غایب رو چی طور میگیریم؟ صاحب کتاب برای ما و شما میگوید که به عمل اول بعد از آوردن لام مکسوره بر اول فعل مضارع، میگد که عمل اول همین است که در اول فعل مضارع غایب معلوم حرف لام رو میاریم، لام مکسوره رو. ببینید در اینجا من چند تا فعل های مضارع غایب معلوم آوردم تا اینکه چطوره که درس گذشته امر بیلام را کار کردیم، این را هم همچنین کار بکنیم و چطور امر بیلام گرفتن را از خود بکنیم. ببینید اولا در اولش یک لام مکسوره میمونیم. ببینید لی، در اول هر یک تا اینها یک لامی مکسوره میمونیم. ببینید این عملی چی است؟ این عمل یکم، چطوره که صاحب کتاب گفت عمل اول. عمل اول در اولشون یک لام های مکسوره میمونیم. لام مکسوره مونده و که چی میخونیم؟ لیضربو، لیقولو، لیقولو، لیدحرجو، لیقولو، لیدحرجو، لیستخرجو، لیدعو، لیرمی، لیخشا. اکنون لامه که موندیم این شد. حالا امر غایب پایان به پایان نرسیده است، یعنی که حالا امر غایب نشد. از ما عملی یکم رو کردیم که در اولش لام مکسوره میموندیم لی، بعد لی همون فعل مضارع را خودش را می آوردیم، چطوری که شما دیده ایستادید. اکنون عمل دوم چی است؟ عمل دوم همین است که ما حرکت آخر کلمه را میگیریم، زیرا که لام و مثل لم
حرف لمی که در اول فعل مضارع می آوردیم فعل جهد، آخر فعل مضارع چیکار میکرد؟ ساکن میکرد. نه این لام هم همچنین از جازمه هاست که آخر جزم میکنه. ببینید حرکت چه میگیریم؟ میشود ساکن. پس میشود لیضرب. ترجمهش گو تا بزند وی مرد در زمان آینده، یعنی بگو تو وی مرد را که بزند در زمان آینده. لیضرب. لیقول در اینجا چیکار میکنیم؟ آخرش هم میبینیم حرف صحیح هست، ساکنش میکنیم. التقای ساکنین شد، دو ساکن بر حرف علت حذف میکنیم. پس میشود لیقول، واو از بین رفت. لیقول به این طریق میآید. ببینید لیقول، لیقول. لیقول یعنی که لیقول یعنی که بگو تا بزند وی مرد، بگو تا بگوید وی مرد در زمان آینده. لیقول بگو تا بگوید وی مرد در زمان آینده. این دویم. سیمش لیودحرجو. آخرش نگاه میکنیم حرف صحیح هست، حرکتش رو میگیریم، ساکن میکنیم. ما قبل آخر حرف صحیح است، خلاص یه یگان کار دیگر نمیکنیم. درس گذشته اینها را بیان کرده بودیم. پس میگیم لیودحرج، بگو گو تا جر بکند وی مرد در زمان آینده، یا گو تا بغلطاند وی مرد در زمان آینده. در اینجا همچنین لیستخرجو. آخرش نگاه میکنیم حرف صحیح هست، ساکنش میکنیم و ما قبل آخرش حرف صحیح است به حال خودش میگذاریم. پس میشود که لیستخرج، یعنی بگو گو تا این که طلب برآمدن بکند وی مرد. تا اینجا ما فقط در اینجا حرف واو رو حذف کردیم، باقی مانده فقط آخرها رو چکار کردیم؟ ساکن کردیم و خلاص. اکنون در اینجا ما حرفی لام مکسوره را، لام امر را آوردیم، در آخرش میبینیم حرف علت است. اکنون حرف علت ما باید چکار کنیم؟ حذفش میکنیم. این حرف علت حذف میشود. پس میشود لیدعو، واو حذف میشود، لیدعو. به این طریق لیدعو، لیدعو. ببینید لیدعو، واو رو حذف کردیم. برای چی؟ به خاطر اینکه فعل امر آخرش باید مجزوم باشد و حرف علت که هست حذف می شود. این لام جزم میکند آخرش رو، چطور که لم جزم میکرد. پس این حرف علت رو از بین برد. در اینجا لیرمی آخرش باز حرف علت است، این هم چکار میکنیم؟ حذفش میکنیم. با مثل چطور میشود؟ ببینید لیرمی، یا ندارد یا حذف شد به خاطر اینکه حرف علت است در آخر. اکنون لیخشا، لیرمی یعنی گو تا بپرتاید وی مرد در زمان آینده. لیخشا آخرش حرف چی؟ الف. این هم حرف علت حذف می شود. حرف علت حذف می شود. پس می شود که لیخشا. ببینید لیخشا الف همو حذف کردیم. پس بگو تا اینکه بترسد وی مرد ترجمهش. پس الان همین طور فعل امر گرفته می شود. دیدید امر اول در اولش چی را میمونیم؟ لام مکسوره. دیگه حرف مضارعت در جاش می ایستد، حرف مضارعت را یگان کار نمی کنیم. و آخرش را حرف صحیح باشد ساکن. حرف صحیح باشد ساکن، ما قبلش حرف علت باشد حذفش میکنیم. چطوری که دیدید صحیح ساکن، حرف آخرش صحیح ساکن میکنیم. حرف آخرش حرف علت باشد حذفش میکنیم، از بین میبریمش. میشود امری غایب او امری با لام، به خاطر که در اولش حرفی لام دارد، این رو میگن امری با لام. پس به همین طریق امری با لام گرفته میشود. پس حالا کتاب رو میخونیم که صاحب کتاب برای ما و شما چی میگوید و چه تعلیماتی را میدهد. دقت بدید. میگوید که امر بالام رو از 6 صیغه فعل مضارع غائب معلوم و از 2 متکلم میگیرند. چطور که اینها را بیان کردیم؟ این صحیح سالم، این از معتل اجوف. به عمل اول بعد از آوردن لام مکسوره بر اول فعل مضارع، اکنون در اول این چیکار میکنیم؟ ما
لامی مکسوره میاریم، چطوری که در اونجا حالا آوردیم. اکنون این مثال های همون رو همچنین کار میکنیم. لامی مکسوره، در اینجا همچنین لامی مکسوره، در اینجا همچنین لامی مکسوره. ببینید لامی مکسوره را در اول اینها ما میاریم. لامی مکسوره بر اول اینها می آید. در اینجا باشد همچنین، در اینجا همچنین. پس می شود که لیضربوا لیضربان لیضربون. این عمل یکم بود. عمل دوم آخرش نگاه میکنیم، حرف صحیح هست ساکنش میکنیم. حرف صحیح که هست ساکن می شود لیضرب. اکنون در باقی مانده مثال هایمان، در باقی مانده مثال ها فقط نون از امثله 5 نون رو میگیریم خلاص. لیضربا نون رو میگیریم می شود لیضربو. اکنون در اینجا ما باید الف فارقه را بیاریم و داخل کنیم. ببینید لیضربو الف فارقه. بعد از این باز لی در اینجا حرکت که دارد، حرکت چه میگیریم چیکارش میکنیم؟ ساکن. لتضرب لتضربا. در اینجا ما حرفی نون رو میگیریم زیرا که این امثله 5 است. لیضرب نه، در اینجا یگان کار نمیکنیم، به حال خودش می ایستد. در اینجا وقتی که ما لام رو آوردیم اکنون حرکت آخر چیکار میکنیم؟ میگیریم و در آخر ساکن میمونیم تا اینکه لیضرب شود و اینجا همچنین حرکت چه میگیریم؟ ساکن میمونیم لنضرب. اکنون این را ما با آخر رساندیم از صحیح سالم به همین طریق. لیضرب لیضربا لیضربو، لتضرب لتضربا لیضربنا، لیضرب لنضرب. این 8 صیغه چی است؟ امری غائب. اکنون بیایید این را میبینیم که در این جمع چیکار میکنیم. دقت بدید. اولین کاری که میکنیم در اولش لام مکسوره میمونیم. نه لام مکسوره، لام مکسوره، لام مکسوره در اولشون میمونیم. این عمل یکم است. عمل یکم چی بوده است؟ لام مکسوره در اول اینها ماندن. پس ببینید حالا ما در اولشون لام مکسوره را موندیم. دوم کار چیکار میکنیم؟ آخرش نگاه میکنیم حرف صحیح هست ساکنش میکنیم. پس اینجا ساکن. وقتی التقای ساکنین شد و از بین میبریم چی میشود؟ لیقل. به این طریق که لیقل. ببینید لیقل. در اینجا نون را امثله 5 است، نون را از بین میبریم خلاص. لیقول. در اینجا همچنین نون را از بین میبریم، امثله 5 است، در جاش الف فارقه را میاریم زیرا که احتیاج به الف فارقه داریم. اکنون در اینجا باشد چی؟ در زنانه لتقول حرکت چه میگیریم؟ ساکن. لام ساکن میشود. در اینش همچنین لتقولا نیده نون میگیریم میشود لتقولا. و در آخر یگان کار نمیکنیم. چرا در اینجا یگان کار نکردیم؟ فقط در اولش لامی مکسوره را موندیم و خلاص. اینجا همین کار میکنیم و بس. اینجا همین کار را میکنیم بس. اکنون در صیغه متکلم لیقولو این را ساکن میکنیم. چطور اینجا ساکن کردیم؟ لنقولو اینجا هم همچنین ساکن میکنیم. ساکن. لیکن در اینجا التقای ساکنین شد این واو از بین میرود. این واو میگیریم. پس به این طریق میشود که لنقل. ببینید لنقل. به این طریق میشه زیرا که واو به سبب التقای ساکنین دو ساکن بر بر آمدن واو حذف شد و واو از بین رفت. پس این هست طریقی گرفتن امری غائب. به همین طریق امری غائب تیار کرده میشد. هر فعل رو بیارید شما 6 تا غائب و 2 تا متکلم را همین کار بکنید میشود امری غائب. پس بیا صاحب کتاب رو میبینیم چی میگوید. میگوید که به عمل اول بعد از آوردن لام مکسوره بر اول فعل مضارع مثل لیضرب و لیعلم فقط عمل اول را گفته است. عمل دوم را صاحب کتاب ذکر نکرده است که آخرشون ساکن می شود یا از امثله 5 نون ها حذف می شود. این را صاحب کتاب ذکر نکرده است چطوری که ما بیانش کردیم. اکنون میگوید که معلوم امر بالام بر 8 صیغه می آید. ببینید معلوم امر بالام همگی چند صیغه دارد؟ 8 تا. چطور اینجا نوشتیم؟ 8 صیغه دارد. 6 غائب را بود و 2 حکایت نفس را بود. این 6 تا اینجا برای غائب است، این 2 حکایت نفس برای متکلم. اینجا همچنین 6 تا برای غائب
و این دوتا برای متکلم. پس این هست امری با لام. میگه آن شش که غایب را بود، سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. اکنون این شش تا، سه تا بالا برای مذکر است، سه تا پایین برای کی است؟ برای مؤنث. آن سه که مذکر را بود اکنون توضیح میتید، دقت بتید ترجمهش. لیضرب ترجمهش میشود که گو تا بزند و این مرد. لیضرب گو تا بزند و این مرد. سیغه واحد مذکر غایب معلوم امری بالام. ببینید گو تا بزند، گو تا یعنی بگو وای تا اینکه بزند وای مرد. گو تا معناش بگو تا اینکه بزند وای مرد. بگو تا اینکه بزند وای مرد. اکنون دیگه وای مرد رو از کجا گرفتیم؟ این رو ما و شما از فعل مضارع خوب میدونیم که وای مرد اینجا کجاست یا در کجاست. اکنون ترجمهش همین است. لیضرب گو تا بزند وای مرد، صیغه واحد مذکر غایب معلوم امری بالام، یک مرد. اگر دو تا باشند میگیم لیضربا گو تا بزنند ایشان دو مرد، صیغه تثنیه مذکر غایبین معلوم امری بالام، یعنی کسی که در پیش ما نیست. مثلا با توجیکی میگیم که برا فلانی را بگو فلان کسی را بزند. پس به عربی همین طور میشود. لیضرب بگو فلانی را تا اینکه بزند، بگو وی را تا اینکه وی بزند. پس امر غایب معناش همین است، یعنی برا فلانی را بگو انا همون فلانی بزند. لیضرب یک بار دیگر، لیضرب گو تا بزند و مرد، صیغه واحد مذکر غایب معلوم امری بالام. لیضربا گو تا بزنند ایشان دو مرد، ایشان یعنی ویها دو مرد، صیغه تثنیه مذکر غایبین معلوم امری بالام. لیضربو گو تا بزنند، لیضربو یعنی گو تا بزنند، اینجا حرف با ضمه دارد، حرف با. لیضربو گو تا بزنند ویها مردها، گو تا بزنند ایشان همه مردان، صیغه جمع مذکر غایبین معلوم امر بالام. پس این سه تا برای مذکر هست. بعد از این سه تا مؤنث رو شروع میکند که لتضرب گو تا بزند و زن، صیغه لتضرب گو تا بزند و زن، صیغه واحده مؤنث غایبه معلوم امر بالام. لتضربا اگر دو زن باشند گو تا بزنند ایشان دو زن، صیغه تثنیه مؤنث غایبتین معلوم امر بالام. آخرین صیغهش لیضربن، آخرین صیغه مؤنث غایباتش لیضربن، ترجمهش گو تا بزنند ایشان همه زنان، صیغه جمع مؤنث غایبات معلوم امر بالام. اکنون 6 تا غایب به پایان رسید، 3 مذکر و 3 مؤنث. این دو تا دیگرش مانده است. این دو تا دیگر صاحب کتاب میگوید که آن دو که حکایت نفس را بود. اکنون این دو تا که برای حکایت نفس است، برای متکلم است، ترجمهش لیضرب ترجمهش میشود گو تا بزنم من مرد یا زن، صیغه واحد متکلم معلوم امر بالام. من ترجمهش به ساده تاجیکی میشود لیضرب یعنی بگو تا بزنم من، بگو تا بزنم من. دیدید؟ بگو تا بزنم من، بگو تا بزنم من یک مرد. چی بود ترجمهش؟ لیضرب گو تا بزنم من مرد یا زن، صیغه واحد متکلم معلوم امر بالام. جمعش لنضرب گو تا بزنیم ما همه مردان و یا همه زنان، صیغه متکلم مع غیر معلوم امر بالام. پس این 8 صیغه امری چی بود؟ امر غایب، امر بالام، معلوم امر بالام. باز اینها مجهول میشوند که همگی بعد 14 صیغه می شود که درس آینده، درس 19 درباره مجهول امر بالام یا مجهول امر غایب صحبت خواهیم کرد. پس این بود ترجمه این عباره هایی که حالا ما و شما خواندیم. بیاید ما و شما یک بار ترجمه میکنیم. لیقل این واو را حذف کردیم به خاطر التقای ساکنن. لیقل گو تا بگوید وی مرد، گو تا بگوید وی مرد، یعنی بگو تو اون مرد بگوید. لیقولا بگو گو تا اون دو مرد بگویند. لیقولو بگو تا آن که آن مردها بگویند. اینها 3 صیغه مذکر. اکنون مؤنثش لتقل اینجا همچنین واو حذف می شود به سبب التقای ساکنن. این واو رو هم حذف، چخیل اینجا حذف کردیم، اینجا هم حذفش میکنیم. لتقل یعنی گو تا بگوید وی مرد، گو تا بگوید یعنی بگو تو تا اینکه اون مرد بگوید، اون زن بگوید. لتقولا بگو تا اینکه آن دو زن بگویند.
لیقلنا، بگو تا آن زنها بگویند، یعنی که زنها بسیاری باشند. لیقل اینجا همچنین واو حذف می شود به سبب التقاء ساکنین، چطوری که اینجا حذف شد. لیقل، پس لیقل به این طریق نوشته می شود که لیقل، 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 زیرا که واو را حذف کردیم به سبب التقاء ساکنین. اکنون می شود لیقل، تا این بگو تا اینکه بگوید من بگویم، بگو گو تا بگویم من، گو تا بگویم من. لنقل با این طریق نوشته می شود لنقل، یعنی که گو تا ما بگوییم، بگو تو تا اینکه ما بگوییم. پس این هست ترجمه امر غایب، معلوم امر غایب. پس به همین طریق باید فعلها را گفتنش را ما در ذهنمون خوب داشته باشیم که به این طریق میگوییم که لیضرب لیضربا لیضربو، لتضرب لتضربا لیضربنا، لاضرب لنضرب. مثلا قتل یقتلو را میگیم که لیقتل لیقتلا لیقتلو، لتقتل لتقتلا لیقتلنا، لاقتل لنقتل. یا باب 19 دحرجه و دحرجو را بگوییم. پس میگوییم که لیودحرج، یعنی که گو تا اینکه بگوید که من جر بکنم، این یک کس دیگر تا اینکه مرا بگوید که من جر بکنم. پس میگوی که لیودحرج لیودحرجا لیودحرجو، لتدحرج لتدحرجا لیودحرجنا، لیودحرج لندحرج. و آخرین صیغه که باب 15 استخرج یستخرجو را در هر درس استفاده میبریم. پس در امر غایب چنین استفادهش میبریم که لیستخرج، یعنی بگو تا اینکه طلب برآمدن بکند وی مرد. لیستخرج، بگو تا اینکه طلب برآمدن بکند وی مرد. لیستخرج لیستخرجا لیستخرجو، لتستخرج لتستخرجا لیستخرجنا، لیستخرج لنستخرج. پس این هست طریقه صرف کردنش و طریقه گفتنش و با همین طریق باید در ذهنها همیشه باشد تا اینکه با هر عربی که گپ میزنید یا با عربی گپ میزنید یا کلمه عربی را که میخونید، پس اینها باید در ذهنتون باشد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و این بود درس امروزه ما و شما. امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.